أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله. برادران عزیز و مهربان، امروز درسی چهارم زبان عربی که حالا ما در قسم آموزش حرف های عربی هستیم که در قسم شناسایی با حرف های عربی هستیم. امروز درس چهارم را شروع میکنیم از شکل های حرف ها در بین کلمه. همچنانه که در درس گذشته گفتیم حرف در اول کلمه بیاید چی طور نوشته می شود، امروز در بین کلمه وقتی حرف می آید چی طور نوشته می شود، این را بیان میکنیم. این رسمی که حالا شما میبینید این الفبای زبان عربی هست، یعنی حرف های عربی هست. همچنان قید کردیم در درس گذشته حرف ها در اول کلمه چی طور نوشته می شدن آن را بیان کردیم و امروز میخواهم در وسط کلمه، یعنی در میان کلمه وقتی که حرف می آید با چی شکل نوشته می شود آن را بیان بکنم. خب برادران عزیز و مهربان، این حرف الف هست، یعنی الف در وسط کلمه بیاید با این طریق نوشته می شود. یعنی الف با حرف قبلیش پیش از الف چه حرفی باشد با آن می چسبد، یعنی الف با حرف قبلی می چسبد. الف زبر ا و این حرف با است. با، ببینید حرف با هم با قبلیش می چسبد پیش از با چه حرفی باشد و هم با بعدیش که بعدش چه حرفی باشد با اون می چسبد. ببینید با در وسط کلمه با این طریق نوشته می شود. همچنان که در درس گذشته گفتیم با تا ثا خانه هاشون یک می شود در نوشتن، تنها نقطه است که آنها را به ما معرفی می کند که این چی حرف است. با زبر با و این حرف تا خانهش به مثل حرف با هست. تا زبر تا، ثا زبر ثا و این سه حرف ببینید خانه هاشون یک هستند، تنها نقطه ها است که این را به ما معرفی میکند که با در پایانش یک نقطه و تا در بالایش دو نقطه و حرف ثا در بالایش سه نقطه دارد. جیم زبر جا، ببینید جیم هم با حرف قبلی و با حرف بعدی می چسبد. جیم هم با حرف قبلی و با حرف بعدی می چسبد. جیم زبر جا، جیم وقتی در وسط کلمه به این طریق نوشته میشه، ببینید به این طریق نوشته می شود. همچنانه که گفتیم در درس گذشته جیم ها خا خانه هاشون یک می شود. جیم زبر جا، ها زبر ح، خا زبر خ. ببینید خانه هاشون یک هستند، دو تنها نقطه هست که اینها را چکار میکند به ما معرفی میکند. جیم در پایانش نقطه و ح به نقطه و خا در بالایش نقطه. دال، این حرفی که میبینید این حرف دال هست. همچنانه که در درس گذشته گفتیم حرف دال در زبان عربی 6 حرف هست که با بعدیش نمی چسبد، چه حرف بعدش بیاد با اون نمی چسبد. ببینید حرف دال با قبلیش می چسبد، یعنی چه کلمه چه حرفی قبل از دال باشد با اون می چسبد. ببینید یعنی دال زبر دا، این حرف دال است، دال زبر دا با قبلی می چسبد، به این شکل نوشته می شود حرف دال. ذال زبر ذا، همچنانه که گفتیم دال و ذال خانه هاشون یک هستند و تنها نقطه است که اینها را به ما
معرفی میکند. یعنی فرق که دال از زال ما تنها با نقطه میکنیم. اگر به نقطه باشد دال هست، اگر نقطه دار باشد حرفی زال هست. را زبر را، زا زبر زا. ببینید حرف را هم با قبلیش میچسبد. قبل از را چه کلمه‌ای که چه حرفی که باشد با آن میچسبد، اما با بعدیش نمیچسبد. زا هم به مثل همین را که همچنین گفتیم حرف را حرف زا فرقیت چون تنها در چی است؟ آفرین، در نقطه. اگر نقطه که داشته باشد حرف زا هست، نداشته باشد حرف را. سین زبر سا، ببینید سین هم با قبلی و هم با بعدیش میچسبد. در وسط کلمه اگر سین بیاید هم حرفی که قبل از سین هست میچسبد و هم حرفی که بعد از سین هست میچسبد. سین زبر سا، شین زبر شا. سین و شین خانه هاشون هم چی است؟ یک رنگ است، یک شکل است، تنها با نقطه فرقشون میکنیم. صاد زبر صا، صاد هم با حرف قبلی میچسبد و هم با حرف بعدی. ضاد زبر ضا، ضاد هم به مثل همین صاد. صاد و ضاد هر دوش چی است؟ یک شکل هستند. این هم تنها با نقطه، اگر نقطه نداشته باشد صاد است، اگر نقطه داشته باشد ضاد است. تا زبر تا، یعنی اتقی، اتقی هم با حرف قبلی میچسبد و هم با حرف بعدی. در وسط کلمه وقتی اتقی که بیاید با این شکل نوشته میشه. اتقی زبر تا. ازغه زبر الضا یا زا زبر الضا. ببین اتقی و ازغه هم هر دوش چی است؟ با یک شکل هستند، یک خانه هاشون یک است، تنها با نقطه فرق میکنند. عین زبر ع، عین در وسط کلمه به این طریق نوشته میشه. ببینید عین زبر ع، غین زبر غا. عین و غین هم هر دوش چی است؟ یک رنگ است، یک شکل هستند، تنها عین نقطه ندارد و غین نقطه دارد. در بالاش نقطه باشه میفهمیم آن حرف عین هست. ف زبر فا، قاف زبر قا. فا و از قاف گفتیم تنها با نقطه ها فرق میکند که فا یک نقطه دارد و حرف قاف دو نقطه دارد. خانه هاشون یک هست، تنها نقطه ها فرقیت اینها را به ما معرفی میکند. این حرف کاف هست که در وسط کلمه با این شکل نوشته میشه و در بین کلمه اگر حرف کاف بیاید با این شکل میشه. ببینید کاف زبر کا. و این حرف لام هست. حرف لام در وسط کلمه با این طریق نوشته میشه، یعنی با حرف قبلی و با حرف بعدی حرف لام میچسبد. همچنین حرف کاف هم با حرف قبلی و با حرف بعدی میچسبد. میم زبر ما، این حرف میم، میم زبر ما. میم هم با حرف قبلی و با حرف بعدی میچسبد. این در وسط کلمه حرف میم، در وسط کلمه وقتی حرف میم به این طریق میآید، به این شکل میآید. نون زبر نه، نون زبر نه، این حرف نون است در وسط کلمه. همچنان گفتیم حرف با، حرف تا، حرف ثا، حرف نون و در آخر حرف یا، این 5 حرف خانه هاشون یک است، تنها نقطه ها هست که اینها را به ما معرفی میکند که نون در بالایش چی دارد؟ یک نقطه دارد. و این حرف واو، واو با حرف قبلیش میچسبد اما با حرف بعدیش نمیچسبد. در وسط کلمه اگر حرف واو بیاید با حرف قبلی میچسبد لیکن با حرف بعدی نمیشه. همچنین در درس گذشته گفتیم 6 حرف در زبان عربی هست که با حرف بعدیشان نمیچسبند. اونها الف هست، دال، ذال، را، زا و حرف واو. این 6 حرف با حرفای بعدی نمیچسبند. این حرف ها است. در وسط کلمه حرف ها با این طریق نوشته می شود. ببینید ها زبر ها. و این است حرف یا. همچنان گفتیم 5 حرف خانه هاشان با یک شکل هستند.
لیکن تنها نقطه ها است که اینها را به ما معرفی میکند. ببینید حرف با، تا، ثا، نون، یا، این 5 حرف خانه هاشان یک هستند، لیکن چی دارند؟ نقطه ها به ما معرفی میکنند که با در پایانش 1 نقطه دارد و حرف تا در بالایش 2 نقطه دارد و حرف ثا در بالایش 3 نقطه دارد و حرف نون در بالایش 1 نقطه دارد و حرف یا در پایانش 2 نقطه دارد. این بود برادران عزیز و مهربان حرفای زبان عربی در وسط کلمه. انشاءالله این آنقدر دشوار نیست. اگر شما امکانیت داشته باشین در یک ورق این حرفا را کوچانید و با دست خود نوشته کنید، انشاءالله به زودی می آموزید که حرفا در وسط کلمه با چی طریق نوشته می شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید انما الاعمال بالنیات. اگر نیت شما خالصانه باشد، شما خالصانه این حرفا را دقت بدهید، البته را می آموزید و به مقصد خود می رسید. و در اینجا درس خود را به پایان می رسانیم و الله جل جلاله یار و مددگارتان باشد و الله جل جلاله ذهن شما را ذکی و با قوت و قوی بگرداند تا این حرفا را بیاموزید و قرآن خوان و قرآن دان باشید، که البته را برای هر یک مسلمان این شرف است که خواننده قرآن باشد و داننده قرآن کلام رب العالمین باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.